به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان سایت excelhay.com. همین الان یک فایلی رو ضبط کردیم با عنوان معرفی تابع ایسلوکاپ و روی سایت excelhay.com بارگذاری میشه و در واقع الان شده. خدمت شما عرض کنم که توی این فایل تابع ایسلوکاپ رو به طور کامل و با ذکر مثال‌های مختلف معرفی کردیم. در واقع تاریخچه تابع ویلوکاپ و ایسلوکاپ رو در واقع اگر بخوایم شرح بدیم، اولین تابعی که از این دسته معرفی شد توسط نرم افزار اکسل تابع لوکاپ بودش. تابع لوکاپ خب قطعا خیلی محدودیت‌های زیادی داشت و مناطقی که سرچ میکرد در واقع در گزارش محدود به ستونها و سطرهایی بود که به صورت مرتب شده بهش معرفی میشد. بعد از تابع ویلوکاپ بعد از تابع لوکاپ تابع ویلوکاپ و اچ لوکاپ توسط نرم افزار اکسل معرفی شد و خدمت شما عرض بکنم که خب تابع ویلوکاپ و اچ لوکاپ هم محدودیت‌هایی داشت که باز داخل همین فایل و فایل های دیگه که درون سایت قرار داده شد در معرفی تابع ویلوکاپ گفتیم که تابع ویلوکاپ فقط توابع و روی داده هایی در واقع جواب میده که اون داده مورد نظر برای جستجو تو سطر اول یا ستون اول اون محدوده باشه و اگر غیر از این باشه جواب نمیده. یه موقع است مثلا داده شما تو سطر دوم یا ستون دومه، ستون سومه و شما مثلا ستون پنجم رو میخوای، نمیتونی از تابع ویلوکاپ به این شکل استفاده بکنی. یا اصلا داده‌ای که میخوای برگردونه قبل از اون داده‌ای که شما وارد میکنی. مثالش رو تو همین ویدیو زدم. مثلا یک ستون کد پرسنلی ما داریم که ستون نام و خانوادگی قبل از اونه. تابع ویلوکاپ نمیتونه قبل از اون محدوده رو سرچ بکنه، فقط میتونه بعد از اون رو سرچ بکنه. اچ لوکاپ هم همینطور. اینا جزو محدودیت‌های تابع ویلوکاپ و اچ لوکاپه. و بعد از اون در واقع توابع ایندکس و مچ توسط اکسل معرفی شد که ترکیب این دوتا تابع میتونه محدودیت‌های ویلوکاپ و اچ لوکاپ رو در واقع پوشش بده و خیلی از اونا بهتره، ولی خب بازم کارباش یه خورده مشکل تر از بقیه است و در واقع آخرین ورژن این تابع جستجوگر ایکس لوکاپ هست که ما معرفی تابع ایکس لوکاپ رو به صورت کامل انجام دادیم و گفتیم که در واقع ایکس لوکاپ حالا مزیت اصلیش رو گفتیم که محدود به سطر و یا ستون خاصی نیست. شما هم با تابع ایکس لوکاپ نظر میخوام میتونید به صورت عمودی جستجو بکنید، هم به صورت افقی جستجو بکنید، هم در ستونهای بعد هم در ستونهای قبل. دیگه در واقع تمام محدودیت‌های توابع قبلی برداشته شده و میتونید ازش استفاده بکنید به صورت کامل و جامع و دیگه نیازی نیست. البته نیازی نیست که حرف درست نیست بگیم از تابع ویلوکاپ و اچ لوکاپ نیازی نیست استفاده بکنید. خود من یه جاهایی بوده مثلا میخواستم از ایکس لوکاپ استفاده کنم در ترکیب با توابع دیگه مثل سویچ، نتونستم از ایکس لوکاپ استفاده کنم و باید مثلا توی ترکیب با اون تابع از ویلوکاپ استفاده میکنم حتما. ولی خب برای استفاده روزمره و کارهایی که ما نیاز داریم، مثلا حسابدارا نیاز دارن، انباردارا نیاز دارن، خیلی از کسایی که گزارش میگیرن مثل منشیای دفتر و دفاتر نیاز دارن، ایکس لوکاپ بهترین گزینه است فعلا و تمام نیازهای کاربر رو به اصطلاح پوشش میده. امیدوارم این فایل رو ببینید و حتما تمرین بکنید. ببینید فقط با دیدن یه فایل هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حتما باید اون فایل رو ببینید، با مثالش تمرین کنید، آزمون و خطا کنید، اشتباهاتتون دستتون میاد، اون فرمول به شما ارور بده، ارورش رو برگردونید، دوباره حل کنید و چند بار که تمرین بکنید به اون فرمول یواش یواش مسلط میشید.
و اینو گفتم که حتما بهتون گفته باشم تمرین رو انجام بدید و به دیدن ویدیو اکتفا نکنید. امیدوارم که موفق باشید. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. حتما به سایت excelhai.com سر بزنید و از فایل های آموزشیش استفاده کنید. متشکرم. خدا نگهدار.